زن گلم همونطور که نگاه میکنید یه دیپ داریم به صورت دیپ آووکادو برای انواع اقسام ساندویچ استفاده میشه. کنار مرغ یا گوشت هم میتونیم ازش استفاده کنیم. بعدی که آووکادوها رو از سه جدا کردیم، پوست جدا کردیم، کمچه به این تا این اندازه میکوبیم. 6 عدد لیمون سبز نیاز داریم، یه قاشق نصفی نمک، یه قاشق فلفل سیاه و از 4 تا یا 5 تا پیاز متوسط. ادامه کارو با هم میریم تا ببینیم نتیجه کار چه میشه. بعد که پیازا رو اینطوری نگینی خورد کردیم، آب لیمون هم که گرفتیم اضافه کردیم. در انتها 3 قاشق غذاخوری روغن زیتون. همه اینا ترکیب میشه 2 قاشق غذاخوری نمک، 1 قاشق غذاخوری فلفل سیاه. نتیجه کار امیدوارم مدت دستم قرار بگیره.